بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري و ابو داود و الترمذی و ابن ماجه و احمد. برادرای محترم، خواهران عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان قسم یاد میکنه که والفجر و لیال عشر. وقتی الله سبحانه و تعالی درباره شبهای دهگانه قسم یاد میکنه، در قسمت از این مفسرین کرام میگن که منظور از این والله اعلم امی شبهای دهگانه ذوالحجه هست. این شبهایی که ما و شما در این قرار داریم. از این یک درس اساسی که گرفته میشه وی است که قسم وقتی الله به یک چیزی یاد میکنه، قسم الله به چیزهایی می باشه که پیش الله بسیار با ارزش است. و وقتی الله میگه ولیال عشر، قسم میکنه به این شبهای دهگانه، پس از اینجا مسلمان باید متوجه باشه که این 10 شب و 10 روز ذوالحجه پیش الله بسیار با ارزش است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم تفسیر میکنه و میگه در حدیثی که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ما من ایام، هیچ روزهای نیست که العمل الصالح فیها احب الی الله، که عمل صالح به نزد الله بسیار محبوب باشه. فی هذه الایام العشر، نسبت به می روزهای دهگانه. و در چند حدیث در اینجا ذکر شده، در یک حدیث آمده که ما من ایام یتقرب الی الله فیها بعمل من هذه الایام العشره. در حدیث دیگه میگه که ما من عمل اسکى عند الله ولا اعظم. در حدیث دیگه میگه که ما من ایام احب الی الله عز وجل العمل فیها. و بناء در این احادیث قرب جمع زکات جمع محبت. پس در این روزها اگر کس میخواه که یتقرب الی الله، خدا به الله نزدیک بسازه، و اگر کس میخواه که روزهایی که در او بسیار اسکى عند الله است، اعظم و اجرن است، این سه. چهارمش احب الی الله عز وجل، یعنی وقتی الله قسم یاد میکنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم این با این احادیث خود تشریح میکنه که به خاطر که در این روزا قرب الله حاصل میشه، اجر عظیم داره، بسیار پیش الله اسکا هست، بسیار پیش الله احب است، محبوب است. به این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی 10 روز فضیلتش برای ما و شما بیان میکنه. پس از این حدیث و از این آیت شریف معلوم میشه که
وقتی انسان در این روزها عبادت میکنه، عبادت از این عبادت مقبوله هست و اجر از این اجر بسیار زیاد است. ما من عمل اسکى عند الله عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى. این حدیث دیگه است که ایره امام دارمی با اسناد حسن ایره روایت کرده و در ارواء الغلیل هم ذکر شده است. این احادیث بر از این میگه که انسان این نعمت الله را، الله بعضی اوقات برای ما و شما اوقات خاص برای قبولی عبادت بیان کرده. بعضی از ماها را فضیلتش گفته مثل شهر رمضان، بعضی از شبها را گفته که لیلة القدر، و بعضی از روزها هست که این 10 شب و 10 روزی که در اینجا در ذوالحجه هستن. یک انسان مسلمان وقتی که آیات قرآن میخوانه و این احادیث میخوانه، بس عظمت اجر از این میفهمه و وقت غنیمت حساب میکنه و مزیت از این نسبت به دیگه وقتها درک میکنه و شرف این همت بیان میکنه. پس انسان مسلمان باید این روزها را سلف صالح ما و شما رضی الله عنهم، اونا این روزها را بسیار عظمت میدادن و در این روزها عبادت زیاد میکردن. پس ما در این روزها باید چی بکنیم؟ اولا الاکثار من نوافل الصلاة، زیاد کوشش بکنیم که نمازهای نفلی خدا زیاد بسازیم و صدقه را بیشتر بسازیم و سایر الاعمال الصالحه كبر الوالدین و صلة الارحام و توبة النصوح و حسن الانابه، این چیزها را ما زیاد بکنیم. دیگه الاکثار من ذکر الله عز وجل، انسان مسلمان باید در این روزها زیاد الله را به یاد خود بیاره و زیاد الله را یاد بکنه. و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی که یاد الله میشه باید قلب انسان در حرکت و در درد و در ترس بیایم، عظمت خالق متعال به نظر داشته باشه. در نماز وقتی که استاد میشیم، در نماز خود عظمت خالق متعال در نظر داشته باشیم. دیگه علما میگن که و تلاوت کتابه، قرآن عظیم و شان زیاد تلاوت بکنن. همچنان علما میگن که الصیام، این 10 روز اگرچه تو حدیث دقیق نامده، لکن نظر به مجموع ثوابایی که در اینجا هست، علما میگن فإن صیام 9 ذی الحجه، اگر روزه های 9 روز ذی الحجه را و ان لم يثبت فيها دلیل بخصوصه في العشر لكنه من افضل الاعمال الصالحه التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بس اگر کس میتونه در این روزها روزه بگیره، دیگه در این روزها که است الحج والعمره و هما من افضل الاعمال، دیگه الحرص على الاضحیه، دیگه حرص داشته باشه به قربانی و عدم التهاون فیها و در این باید کسالت و سستی نکنه.